آمین آمین آمین. خدا رو شکر، خدا رو شکر. من هم سلام عرض کنم به همه عزیزان. چقدر خوشحالم که همه شما رو اینجا میبینم. هرچند به قول ژیلبرت جان تصاویر سیاه و سفید هست، اما خدا رو شکر به قول علیرضا عزیز در روح همه ما با هم هستیم، یک جا هستیم و واقعا خدا رو شکر میکنیم برای نیکویی های خداوند. خدا رو شکر میکنیم که اجازه میده واقعا در هر جای این دنیا که باشیم از طریق زوم و سوشال مدیا با هم باشیم. همچنین عزیزانی که از طریق لایو با ما هستن به اونها هم سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم به خانه پدری. خوش آمدید و باعث افتخار هستید. خدا رو شکر. روزها روزهای سختیه، داریم وارد فصل سرما میشیم. دیدم عزیزان کامنت گذاشته بودن سرماخوردگی و نمیدونم این شرایط. دعا میکنم که حفاظت خداوند باشه بر عزیزان توی این شرایط آب و هوایی. حتما از خودتون مراقبت کنید، چون واقعا این بیماری های فصلی غیر قابل پیش بینی هستش. خدا رو شکر. امیدوارم که بعد از تمامی این موارد، سرماخوردگی و خیلی چیزهای دیگه، در صحت و سلامتی خداوند باشید با تمامی اون سختی هایی که متاسفانه در دنیا وجود داره و خبر بعد این که هیچ وقت تمام نمیشه، ولی خبر خوش اینه که خداوند در تمامی این سختی ها در کنار ما هستش و ما رو با روح قدوسش عبور میده، اجازه نمیده که ما در این سختی های زندگی بمونیم. امروز خیلی در قلبم بود که از یه قسمت از کلام با شما عزیزان مشارکت کنم. نمیدونم حالا اسم فلایرم دیدید یا نه، اسم پیغام رو، نه اسم فلایر رو، اسم پیغام رو گذاشتیم که اگر بخواهی. نمیدونم این کلمه اگر بخواهی امروز چقدر در زندگی های ما وجود داره و چقدر ما اون رو توی کانتکست کتاب مقدس بردیم و چه چیزهایی رو در کتاب مقدس از این مسیر شنیدیم. نمیدونم توی زندگی هامون هر کدوم از ما برای اهدافی که داریم، برای شرایطی که داریم، چه برنامه هایی رو در نظر گرفتیم. قطعا شاید تو زندگی های ما یک جای سری برنامه های کوتاه مدت برای خودمون در نظر گرفتیم، برای یه سری از پلن هایی که داریم و برای یه سری دیگه از پلن هایی که پیش رو داریم یه برنامه های بلند مدتی رو در نظر گرفتیم که بتونیم بر اساس اونها جلو بریم و حرکت کنیم. حتما و قطعا هر کدوم از ما برای رسیدن به این برنامه ها باید یه سری مسیرها رو پشت سر بگذاریم. این اجتناب ناپذیره. نمیشه من بشینم توی خونه. من شنیدم متاسفانه که من میشینم تو خونه، خدا خب شرایط من رو میبینه، من رو برکت میده، اما خدا همچین وعدی به من نداده که بگه تو در خونت بشین و من همه چی رو برای تو مهیا تهیه فراهم خواهم کرد. و قطعا ما باید اون چیزهایی رو که برای رسیدن به هدفمون در نظر داریم رو انجام بدیم. شاید یه جایی لازم باشه باید از شرایط مالیمون بزنیم، شاید یه جایی لازم باشه باید وقتها رو هزینه بکنیم، شاید یه جایی لازم باشه باید شب نخوابی داشته باشیم. یه سری ممارست ها، یه سری سختی ها در زندگی ما برای اینکه بتونیم واقعا به اون چیزهایی که در نظر داریم برسیم. غیر از این واقعا همه چی بتالته. اگر من برگردم بگم که هیچ برنامه‌ای برای زندگیم ندارم و هیچ هدفی ندارم، واقعا بتالته. پس همه ما در این مسیر باید یک کاری رو انجام بدیم. خیلی وقت ما تصمیم گرفتیم، ماهایی که اینجا نشستیم به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح، تصمیم گرفتیم در یک سلامتی زندگی بکنیم. یک جورایی از دنیا جدا شدیم. وقتی که کلام خدا هویت ما رو، یکی از هویت‌های ما رو که شما مقدس هستید رو به ما میگه، یعنی ما رو از دنیا جدا میکنه. پس امروز نگاه ما نگاه دنیا نیست. امروز
اهدافی رو که ما داریم درست در این دنیا زندگی میکنیم، ولی قطعا اهدافی هستش که میخواد ما رو بیشتر به این خدا نزدیک بکنه، به کارهای خدا نزدیک بکنه. و چقدر مهمه که ما با وجود اینکه در این دنیا زندگی میکنیم اون چارچوب هایی رو که خداوند برای ما در نظر گرفته برای رسیدن به اهدافی که داریم رو رعایت کنیم. نگاهمون متفاوت باشه. یک جایی که برای اینکه من به اون خواستم برسم، به اون رویا، به اون هدفم برسم، خدایی نکرده پا رو سر کسی نگذارم، از کسی به عنوان نردبان ترقیم استفاده نکنم، به قول دنیایی ها سر کسی رو کلاه نگذارم که بخوام به اون هدفم برسم، بلکه نگاهم به خداوند باشه، نگاهم به مسیری رو که خدا من رو فراخونده باشه. پس میخوام بگم که امروز ما در زندگی هامون خیلی چیزها رو میخواهیم که قراره به اونها برسیم. این مقدمه رو گفتم که اگر بخواهی رو بتونیم امروز ببریم توی کانتکست کتاب مقدس. امروز ما میخوایم با هم اگر بخواهی رو در کتاب مقدس ببینیم و با هم میریم به سراغ انجیل مرقس. اگر کتاباتون جلو دستتون هست باز کنید که با هم بخونیم، اگر هم جلو دستتون نیست باز بردارید دستتون بگیرید باز کنید که با هم بخونیم. میخوایم از انجیل مرقس بخونیم. انجیل مرقس، نه تنها انجیل مرقس، ما همیشه هر کتابی رو، هر رساله رو که میخوایم راجعش صحبت کنیم میگیم بی‌نظیره و این اتفاق رو به وجود میاره برای ما که تمامی واقعا کتب مقدس همونطوری که کلام خدا میگه الهام روح خدا و بی‌نظیره. پس امروز میخوایم از انجیل مرقس بگیم. انجیل مرقس از باب 1 آیه 40 میخوایم بگیم. آیه 40 اینگونه کلام خدا میگه در خصوص شفای یک جزامی. کلام خدا میفرماید و ابرسی پیش وی آمده استدعا کرد و زانو زد، بدو گفت اگر بخواهی میتوانی مرا طاهر سازی. عیسی ترحم نموده دست خود را دراز کرد و او را لمس نموده گفت میخواهم، طاهر شو. من وقتی که داشتم این انجیل رو میخوندم، وقتی که این آیه رو خوندم، این کلمه اگر بخواهی یه مقداری فکر من رو درگیر کرد. اگر بخواهی، اگر بخواهی. به نظرتون مرد جزامی، حالا مردی که طرد شده بود در اون قوم، چرا از کلمه اگر بخواهی استفاده میکنه؟ آیا قدرت شفای عیسی رو باور نداشت؟ حتما باور داشته، چون بارها دیده و شنیده بوده قطعا. آیا دوست نداشت از مرضی که از نظر یهود او رو نجس میخوندند و اینکه اصلا نمی باید در جاهای عمومی دیده میشد پاک بشه؟ اینجوری که من خوندم میگن در اون زمان حتی یک لباسهای خاصی هم اینها باید میپوشیدند که مردم اینها رو بشناسن و بدونن و اینا میگفتن به 50 متری یک شخص نمیتونستن نزدیک بشن. آیا این شخص جزامه نمیخواسته از این مرض پاک بشه؟ میتونید چند لحظه با خودتون واقعا تعمق کنید و خودتون رو در جای اون مرد بگذارید. البته نه با اون بیماری، بلکه با هر نیازی که امروز شما دارید، برای هر اون چی که در فکرتون هست، برای اون خواستتون. آیا دوست ندارید اون نیازتون، اون احتیاجتون برآورده بشه؟ آیا دوست ندارید خواستتون رو، هر اون چی که هست رو در حضور خداوند بله و آمین بشنوید؟ خدا رو شکر این جمله این فرد طرد شده نه تنها
بیانگر یک ایمان عمیقی بوده، بلکه به قدرت و توانایی شفایی که عیسی میده معتقد بوده. بلکه وقتی که به نظر من از این کلمه یا از این جمله بسیار مختصر و کوتاه استفاده میکنه، خواسته با یک تواضع و فروتنی به حضور خدا بره، در حضور خدا باشه و از همه مهمتر اراده خدا رو بطلبه. خداوندا، من این درد رو دارم، اگر بخواهی میتوانی مرا شفا دهی. اراده خدا رو برای شفاش از خداوند میخواسته. این مرد جذامی به جای اینکه درخواست مستقیم داشته باشه برای شفاش، با یه احترام خاص، با یک فروتنی خاص به حضور خداوند میره، به حضور شاه شاهان میره و بهش میگه که اگر بخواهی، اگر بخواهی، به این معناست که میپذیره، میدونه اراده خدا رو، ولی باز برمیگرده میگه که اگر بخواهی. و این رو میدونه تنها در صورتی که عیسی بخواد شفا بر او جاری میشه. این نشان از یک درک عمیقی از قدرت و رحمت عیسی و همچنین اعتمادی که به او داشته رو میده. و اما در نهایت خودش رو در اختیار عیسی قرار میده، خودش رو در حضور عیسی قرار میده و به واسطه ایمانی که داره خداوندمون عیسی مسیح رو میبینه و شفا رو بر او جاری میکنه. عیسی با شفقت و رحمت خواستش رو که شفای اون مرد بر اون جاری میکنه و برمیگرده میگه که میخواهم طاهر شو، میخواهم پاک شو. این درخواست این شخص جزامی امروز برای من به عنوان یک ایماندار این پیام رو هر چیزی در زندگیم اراده خدا رو بطلبم. قطعاً ایمان داریم که اراده خداوند برای بیماری های ما، برای مریضی های ما شفاست. شکی در این قضیه نداریم. قطعاً ایمان داریم خداوند ما خداوند بیماری نیست، خداوند درد نیست، خداوند مریضی نیست. خدای ما خدای شالوم، خدای صلح، خدای سلامتیه. ولی امروز ما با چه قلبی به سمت این خداوند میریم؟ آیا به سمتش میریم که فقط یک درخواستی رو ازش داشته باشیم؟ آیا درخواست هامون رو طلبکارانه به سمتش میبریم و یا با تواضع و فروتنی به نزدش میریم و در حضورش زانو میزنیم و ازش طلب میکنیم؟ واقعا با چه دید و نیتی امروز ما به سمت خدا میریم؟ میتونیم هر کدوممون این رو از خودمون بپرسیم. واقعا امروز من با چه رویی، با چه روحیه‌ای در حضور خداوند رفتم؟ درخواست هام رو، خواسته هام رو چطور به حضور خداوند بردم؟ متاسفانه من داستانهای زیادی رو در زندگیم شنیدم، گاهی هم خودم باش برخورد کردم با همچین داستانهایی که وقتی که در اون درد و سختی قرار میگیریم مدام فقط یک چیز رو، یک جمله رو ورد زبانمون داریم و هی با خودمون تکرار میکنیم که خدایا کجایی؟ خدایا کجایی؟ این رو همه شما شنیدید، بارها شنیدید، شاید گاهی با خودتون هم تکرار کردید، شاید از دیگران شنیدید. کسانی که در درد هستن، در رنج هستن، در سختی هستن، خدایا کجایی؟ خدایا چرا من رو ندیدی؟
خدایا من به ته خط رسیدم. متاسفانه خیلی وقتا مدعیانه همه چی را هم سر خدا میشکنه. برای کارهای اشتباهی که من در زندگیم انجام دادم میخوام خدا جوابگو باشه که خدایا چرا من اشتباه کردم و تو جلو من رو نگرفتی؟ مگر تو نمیدونستی این مسیری که من دارم میرم اشتباهه؟ خدایا مگر تو نمیدونستی من دارم میرم غرق بشم؟ تو چرا به من نگفتی نرو که غرق بشی؟ و متاسفانه خیلی وقتا در این لحظات، در این سختی ها، وقتی که دنیا بر ما فشار میاره، ما متاسفانه هیچ محکومیتی بر کسی نیست، داریم اینها رو هم مرور میکنیم که واقعا خودمون رو در اون جایگاهی که خدا برامون در نظر گرفته ببینیم. و متاسفانه در اون لحظات متاسفانه هیچ دیواری از دیوار خدا کوتاه‌تر پیدا نمی‌کنیم. یه جایی یه کسی می‌بینه در زندگیش به مشکل اقتصادی برمیخوره، دچار ورشکستگی میشه. یه کسی ازدواجش ناموفقه، یه کسی زندگی زناشویی خوبی رو شاید نداشته باشه، یه کسی ممکنه در مهاجرت باشه اما مهاجرتش موفقیت آمیز نبوده، یکی ممکنه بزنسش به مشکل بر بخوره و خیلی از این مواردی که متاسفانه در زندگی های ما وجود داره و اول پیغامم گفتم و تمامی هم نخواهد داشت. و همیشه نگاهمون به اینه که خدا چرا من رو از این مسیر عبور نداد؟ چرا من رو فراموش کرد؟ دیروز با یه عزیز صحبت میکردم، میگفت خدا چرا من رو فراموش کرده؟ گفتم چرا فکر میکنی خدا تو رو فراموش کرده؟ گفت آخه منو نمیشنوه. گفتم آیا فکر کردی که خدا تو رو میشنوه، تو خدا رو نمیشنوی؟ خیلی وقتا من خدا رو نمیشنوم. خدا پیغام میفرسته، خدا سخن میگه از طریق کلامش، از طریق ایماندارها و گوش من بسته است چون میخوام با فکر خودم جلو برم و خدا رو نمیشنوم و ته ماجرام برمیگردم میگم که خدا من رو نمیشنوه. این عزیز میگفت که خدا با من دشمنی داره من رو اذیت میکنه. و تو این ماجرا چه اتفاقی میفته؟ متاسفانه این اتفاق میفته که شیطان یه گوشه نشسته و داره به این افکار من، به این باور من لبخند میزنه و میدونه داستان چیه، میدونه که من فکرم داره عمل میکنه نه اراده خدا. اینجا این فرد جزامی قبل از هر چیزی اونچه رو که من این برداشت شخصی من هستش، خواست خدا رو خواست، قطعا دوست داشت شفا پیدا کنه، قطعا دوست داشت از اون محرومیتی که در اون دنیاست نجات پیدا کنه، قطعا دوست داشت در نیکوی خداوند زندگی کنه، قطعا دوست داشت مقبول و محبوب خداوند باشه. اما باز هم برگشت گفت که اگر بخواهی میتوانی مرا شفا دهی یا پاک سازی. متاسفانه عدم پذیرش اراده خدا امروز زندگی های ما رو متشنج میکنه و باعث میشه ما یک جاهایی یک سری برکات رو از دست بدیم. گاهی اوقات باعث میشه که اون احساس آرامش از زندگی ما از بین بره، به یک عدم اطمینان در زندگیمون میرسیم. بزرگترین مشکلی رو که در زندگی ما به وجود میاره باعث آسیب به رابطه من و خدا میشه و عدم اراده خدا در زندگی من باعث میشه که من
در معرض یک سری اشتباهات قرار بگیرم و مسیرهای زندگیم رو اشتباه برم. همه ما باور داریم، این رو بارها و بارها شنیدیم، توی موعظات شنیدیم، خودمون خوندیم. به قول این خارجی ها آیه فیوریت خیلی از ماهاست، ارمیا 29:11 که میگه فکرهایی را که برای شما دارم میدانم که فکرهای سلامتی است، سعادتمندی است، آرامش، شادی، نه تیره بختی، نه درماندگی. ولی گاهی اوقات در این مسیر که قرار میگیریم متاسفانه حتی این آیات هم یادمون میره. چرا؟ به خاطر اینکه اراده خدا رو در زندگی هامون قرار نمیدیم. با نظراتی که از دنیا میگیریم حرکت میکنیم. قبل از اینکه به خداوند بگیم خداوند تو چه برنامه‌ای برای من داری، میگیم برادر فلانی، خواهر فلانی. حالا این هم خوبه، برادر خواهر ایمانی. گاهی اوقات میریم در دنیا، آقای فلانی، نمیدونم خانم فلانی، نمیدونم فلان رئیس، فلان مدیر، شما چی سلام میدونید چه، و میریم دست و پا میزنیم. هی یه نیروی درماست، هی باعث میشه که ما مسیر رو نریم، هی سماجت میکنیم، پافشاری میکنیم، میگیم نه این صدای اشتباهی، صدای خودمه، نه بذار من جلو برم، بذار حرکت کنم، و وارد میشم و به مشکل برمیخورم. نمیدونم، شاید برای شما پیش نیومده باشه که آمین، ولی برای من متاسفانه خیلی پیش اومده. یک جاهایی که خواستم یک کاری رو انجام بدم، با فکر خودم جلو رفتم و متاسفانه یکی از این کارهایی رو که انجام دادم 2 سال زندگی من در سختی گذشت. 2 سال از عمرم رو من در بطالت گذروندم. احساس میکردم در خودم دارم زندگی میکنم، مسیرهام هم درسته، اما بر اساس فکر خودم داشتم جلو میرفتم. امروز این پیغام برای من به این شکل بود که چقدر بیشتر باید اراده خدا رو در زندگیم، سلوحه زندگیم قرار بدم. چقدر بیشتر باید بدونم که هر کاری رو در زندگیم امروز بخوام انجام بدم، قبل از اینکه به این شخص بگم، به اون شخص بگم، مشارکت خیلی عالیه. من نمیخوام بگم مشارکت بده، من نمیخوام بگم مشاوره گرفتن بده، من نمیخوام بگم با برادر خواهر ایمانی مشورت کردن راجع به یک مسیری، راجع به یک کاری بده. عالیه اینها، ولی خواهشی که ازتون دارم و بیشتر از خودم، قبل از هر چیزی برای زندگیمون اراده خدا رو بطلبیم. چیزی که عیسی گفت دیگه، توی باغ گتسیمانی گفت دیگه، گفت خدایا میشه این جام را از من برداری، اما نه به خواست من بلکه به اراده تو. توی سرودها چقدر زیبا بود، شروین جان داشت میخوند اراده تو در من انجام شود. خدایا اراده تو در من انجام بشود. این دعای هر روز ما باشه. پیش از هر دعایی که میخوایم انجام بدیم، هر شفاعتی که میخوایم انجام بدیم، قبلش به حضور خداوند بریم. خداوند اراده تو در من انجام شود. وقتی که اراده خدا در من انجام بشه، دیگه همه چیز بله و آمین از نظر خداوند. چون خداوند میدانه من خودم رو تماما تسلیم کردم. و کلام آخر این که امروز نمیدونم واقعا برای هر کدوم از ما هیچ فرقی نداره، نمیدونم کدوم چرخ زندگی ما داره لنگ میزنه، نمیدونم در روابط مشکل داریم، هیچ فرقی نداره. این روابط میتونه بین پدر مادر، والدین، فرزندان باشه، میتونه بین زن و شوهرها باشه، میتونه بین اقوام باشه، بین محیط کار باشه. نمیدونم، شاید دنبال یه کاری داریم میگردیم، دنبال یه بیزینس داریم میگردیم، شاید توی کارمون به ورشکستگی دوچار شده، منجر شده مسیری رو که داشتیم میرفتیم. نمیدونم، شاید
در شرف ازدواج هستیم، داریم فکر میکنیم که خب الان کی باشه، چطور باشه، کجا باشه، چه کاری رو باید انجام بدم، الان شرایطم به چه شکل میشه، الان فکرامون با هم یک مسیر در میاد، دیدهامون یکیه، نگرشمون یکیه. نمیدونم، شاید بعضیا قصد مهاجرت داشته باشن، بخوان شهرشون رو عوض کنن، منطقهشون رو عوض کنن، من میگم محلهشون رو عوض کنن. از قدم محله عوض کردن میگم، تا بعد شهر و تا بعد کشور، تا بعد خیلی چیزهای دیگه. شاید تو این مسیر آسیبی بهتون وارد شده، شاید یه جایی در زندگیتون دچار غم شدید، دچار یأس شدید، دچار افسردگی شدید، شاید احساس بکنید دیگه توان ایستادن ندارید، خودتون رو تک و تنها حس میکنید، خودتون رو گوشه یک رینگ احساس میکنید که دیگه هیچ کاری نمیتونید انجام بدید. میخوام بگم که در هر جایی که هستیم، خودم رو جدا نمیکنم، منم مثل شما، در هر جایی که هستیم، در هر کدام از این مشکلات که احساس میکنیم که فکرمون درگیره، کافیه یه لحظه متوقف بشیم و یه لحظه یه مرور کنیم، ببینیم چه اتفاقی در زندگی ما افتاده، چه اتفاقی در فکر من افتاده که الان در این جایگاه قرار گرفتم. شاید متوجه بشیم یه جایی، شاید یه توبه‌ای به خدا بدهکار باشیم، نمیدونم برای چی. برای من اینجوری بود که با فکر خودم حرکت میکردم و یه جایی برگشتم گفتم خدایا من توبه میکنم، چون قبل از این که به تو اتکا کنم، به فکر خودم و به توانایی‌های فردیم اکتفا کردم. شاید یه مسیری رو اشتباه رفته باشیم، شاید یه جایی اعتمادمون رو از خدا برداشتیم. پیش میاد دیگه، آدم وقتی که در سختی باشه، وقتی که در درد باشه، یه صداهای متاسفانه میشنوه، صدای دنیا رو میشنوه یک جایی که بابا چی شد، کجا رفت، نمیدونم خدا کجاست، اصلا ول کن، اعتمادت رو بردار، بیا اعتمادت رو از اینجا بگیر، بیا اعتمادت رو از اون کسب کن. ولی هیچ اشکالی نداره، اگر واقعا هر کدوم از ما توی این شرایط قرار گرفتیم، این درگیری های فکری رو داریم، فقط بر اساس کلام خدا باید برگردیم، یه بازگشت، یه توبه. چه خدای عزیزی داریم، چه خدای بی‌نظیری داریم، چه خدای جنتلمنی داریم. با تمامی اینکه من همیشه در زندگی متاسفانه دچار لغزش میشم، دچار خطا میشم، باز این خداوند آغوشش برای من بازه. اما این اجازه رو به من نمیده که من تکرار مکررات داشته باشم. در کلامش هم این رو به من گفته، ولی برمیگرده میگه اشکال نداره فرزندم، اگر خطا کردی توبه بازگشت کن. و یادمون باشه بر اساس امثال سلیمان بر خدا توکل کنیم، نه بر عقل خودمون. وقتی که بر خدا توکل کنیم، خدا تمامی مسیرها رو برای ما روشن میکنه، تمامی مسیرها رو برای ما مشخص میکنه و بر اساس کلامش اون مسیرها رو هموار میکنه که ما با شادی و آرامش بتونیم عبور کنیم. آمین. خدا تو رو شکر میکنیم برای امروز. ای خداوند تو رو شکر میکنیم که تو سر و سرور هستی در زندگی های ما و هر لحظه خداوندم، حتی اگر ما لغزشی کردیم، لغزشی داشتیم، ای خداوند تو دست ما رو گرفتی، باز ما رو بلند کردی. تو رو با تمامی فکر ای خداوندم، با تمامی دل و جان ای خداوندم می ستاییم و ممنونیم که تو همراه ما هستی. خدا دعا میکنم به نام عیسی مسیح، قبل از هر چیزی برای خودم، برای تک تک عزیزانی که هستن و میشنون صدای ما را، ای خداوندم
اراده تو در زندگی های ما باشه ای خداوندم. اونجایی که ای خداوند من بر اساس افکار خودم حرکت کردم، همیشه بدون استثنای خداوندم شکست خوردم. دعا میکنم به نام عیسی مسیح خداوندم تو این رو در من به وجود بیاری. تو به من دادی ای خداوندم، این قوت رو بده با چشمانی باز ای خداوندم، با گوشی شنوا تمامی اون چه رو که میخوام در زندگیم انجام بدم از مسیر تو عبور کنه ای خداوندم و بر اساس اراده تو باشه. خداوند دعا میکنم برای عزیزانم که اینجا حضور دارن، برای افکارشون، برای خواسته های قلبشون ای خداوندم اراده تو رو میطلبم، چون ایمان داریم بر اساس کلامت ای خداوند آنچه رو که تو برای فرزندان در نظر داری، فکرهایی رو که تو داری برای سعادتمندی و خیریت فرزندانت خواهد بود. در نام عیسی مسیح آمین.